همین گفت کبرین خونه رو ببینید چی دارم کدام خونه قبول کنم یک دور گشتن آمدن حضرت با جز آب در خانه هیچی نیست تا مهمان قبول کنم میتونم برعکس یک بچه که بغیرت خوری وری تو سرگو حضرت امکان نداره که من مهمان تبرم مهمانی پیامبرم مهمانی کنی برادر یک فخره بر خدا که پیامبر مهمان شبته بگه با چند برد مهمان داریش که حضرت روان کردگی مهمان شد بعد گفت یگان چی داری؟ گفت با خدا قسم گفت یک مشت داری نمون نانی ترکدگی برای دو تا فرزندک مونای ولی نخوردن خوراکشون شونن خوراک گفتیستن اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری به اشتیایی بودن از وزن نالازمه پرستاتیت درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد شما میگه همین گفت کبرین خونه رو ببینید چی دارم کدام خونه قبول کنم یک دور گشتن آمدن حضرت با جز آب در خانه هیچی نیست مقصد مهمان قبول کنم میتونم برعکس یک بچه که بغیرت خوری وری تو سرگو حضرت امکان نداره که من مهمان تبرم گفت بسیار خوب میشه خیلی مهمانی پیامبرم مهمانی کنی برادر یک فخره بر خدا که پیامبر مهمان شبته بگه با چند برد مهمان داریش که میگه آوردش خانه ده که کمپیرکش هم آدمی خدا ترس گفت زنه گفت حضرت روان کردگی مهمان شد بعد گفت یگان چی داری؟ گفت با خدا قسم گفت یک مشت داری نمون نانی ترکدگی برای دو تا فرزندک مونای ولی نخوردن خوراکشون شونن خوراک گفتیستن گفت چی کار کنیم؟ گفت مرده غم نخور پروا نکن گفت همین زنی خدا ترس باشه همین زنی به خدا نزدیک باشه وقتی میگه خاک بر سر میکند زن میکند تاج بر سر میکند زن میکند همین نقش اساسی در خانه زنک میبازد همین زنک دلشاد باشه اخی انشاءالله رحمت در خانه با زیاده اخی بعد گفت مردک چخیلی کنیم گفت زنک گفت همین برای گفت تازه قطیش بشی مهمان قدی بشی گفت من تعامه میارم همین تعامه که آوردم ماندم گفت من چراغ میکشم چراغ میکشم گفت همین چراغ که کشتم خانه تاریک کشید تا دست آستا دراز قدم بگی و نخه با اون مهمان بخرش بعد میگه هم تم کرد گفت کودک را چیکار میکنی؟ گفت مرده من کودک را یک کار کده خوشو میکنم میگه وقتی سحر شد پیامبر رو نکیسه میگه وقتی سحر شد حدیث اومد میگه مهمان گرفت مسجد اومد نماز بانگ در خان میگه در صف میگه حضرت هم خیلی نگاش کرد هم مرده که مهمانداری کرد میگه چنان تبسم کرد که دندانهاش میگه کرسیاش دیدیم میگه گفته فلانی گفت چگونه مهمانداری کردی که جبرائیل خبر تا آورد که الله از مهمانداری راضی شده است تصور کن جبرائیل خبر تا آورد که الله از مهمانداری راضی شدگی تو چه مهمانداری کردی که میگه حکایت کرد که حضرت هم تری کردن میگه گفت خدای مهربان در همون طبقه که مهمان دست دراز کرد الله در اونجا برکت عطا میگه مردک زکات دهنده شی میگه که غیرتی را ببین کاری را ببین امروز ما داریم غیرت نداریم برادر است میترسیم یک مهمان مثال اگر تو در خونمون مرده نشو با فیلم یک کس لای خد چیز ما رو شکستن نمیتون حالا میخوای خدا برکت آمده خدا برکت آمده که الله همین همت داریم همین این فایده اختونه بخیر یه همش با فایده اختونه انشالله در عوضش خدا هم مالتون میده هم ببین اجرتون میده هم گناهتون رو مغفرت میده چند چیز ایجاد انشالله آدم برداشت الله خیبت ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظیم. تو ای مؤمن بدان الله با ماست، به هر جا و مکان الله با ماست. تو ای مؤمن بدان الله با ماست، به هر جا و مکان الله با ماست. به تاریکی به ظلمت در دلی شب، به هر کنج جهان الله با ماست، به هر کنج جهان الله با ماست. چو باطن باشد و ظاهر صفاتش، به هر سر و نهان الله با ماست، به هر سر نهان الله با ماست. مرگ یک بار آید و گیرد نفس، می کند آزاد روح از این قفس. 60 یا 50 و یا کمتر از این، عاقبت همراه گردی با زمین. گر طلب داری تو عمری بیشتر، در نهایت آید این عمرت بسر. گر عمل در کف نداری ای بشر، از چی خوش هستی به مرگی دیگر. گر عمل در کف نداری ای بشر، از چه خوش هستی به مرگی دیرتر. نزن آتش دلی مسکین، نزن آتش دلی مسکین، که خدا میبیند که ز دل آه ز تو جبر و جفا میبیند. همه عالم به نظرگاه خدا یکسان است، تو یقین کن که خدا شاه و گدا میبیند. تو یقین کن که خدا شاه و گدا میبیند. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين.